اگر امروز با مفهوم وحدت ما نظر افکنیم، در آن یک قطار مفهوم ها و عباره ها را میبینیم که برای دولتداری، برای رشد ملی آنها زمینه گذار هستند. وحدت اتحاد، سرجمعی، متحدی، دوستی، برادری و یکدیگر فهمی است. اگر با مفهوم وحدت ملی رو آریم، وحدت ملی این متحدی ملت، خلق برای پیشبرد ساحه های خواجگی خلق می باشد و تاجیکستان وحدت ملی را، صلح و ثبات را به آسانی به دست نآورده است. وحدت ملی بود که تاجیکستان به یک قطار دستاوردها نائل شد، از جمله عملی شدن استراتژی‌های هدف‌های استراتژی کشور، تامین امنیت آذوقه‌واری، استقلالیت انرژتیکی، برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی، رشد با سرعت صنعت کنونی در برابر هدف‌های استراتژی، مقصد و مرام و احترام بین المللی نیز استوار شد. 5. تشبث بین المللی تاجیکستان در ساحه آب و حفظ پریخ‌ها قبول گردید و کل جامعه جهان در اساس آن امروز کارهای خوبی را به سامان می‌رسانند. وقتی که هر یک نفر در تاجیکستان همچون شهروند آزاد زندگانی می‌کنند، در شرایط صلح و ثبات و وحدت ملی فعالیت خود را به راه می‌ماند، برای این وحدت، برای این صلح و ثبات یک قطار کارها را نیز باید به سامان رسانند. اولا آن نفرانی که برای وحدت ملی سهم بی‌نظیر دارند، احترام آنها را به جا آورد. بعداً همچون شهروند تاجیکستان سهم خود را برای نگاه داشتن این صلح و ثبات و وحدت ملی گذارد. سیوم، برای نسل آینده تاجیک همه ارزش‌های ملی را نگاه دارد و در زمینه آن نام خود را همچون شهروندی قانون رعایت کننده و وطن دوست باقی گذارد.